Poliklinikatون چنده؟ بیچار چند؟ خب یعنی این روزها از هیچ چیز شکایت نمیکرد نه؟ از زندگی شکایت نداشت، از سلامتی شکایت نداشت، از فرزندی شکایت نداشت. فقط رنج میبرد از مرگ همسرش که میگه بسیار دوست می‌داشت، همسرش بسیار دوست می‌داشت. خب این روز تولدش میگم بود است. روزش بود. حتی ما کسی دو